اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا. سرد یخ زدن. آقا قیروانی همش تقصیر خانم شما، خیلی حرف میزنه. نه که اعظم خانم خیلی کم حرف میزنه، بگو اگه زن من زیاد حرف میزنه بهش تذکر بده. بابا معطلیم، بگو بیان دیگه. خیلی هم تذکر. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سالمه؟ سلامته؟ قبول حق بشه. خیلی ممنون. آقا صادق ببخشید. تو مسجد می‌خواستم یه چیز خدمتتون بگم، شلوغ پلوغ رفت نتونستم. یک لحظه تشریف بیارید. مددی جان اینجا هیچ کی غریبه نیست، شما هم راحت بشین بگین. بگم؟ خب چیز آقا صادق ببخشید. غریبه که ندارم، همه خودمونیم، راحت باش. خب خیلی خوب، حالا که اصرار میکنن چشم، ببخشید اجازه بدین یک لحظه. بله بفرمایید، این فاکتورها خدمت شما. بفرمایید. آخر سال دارم حساب کتابا رو میبندم، اگه میشه لطف کنه تشریف بیارن تصفیه کنن. خیلی ممنون. چشم. امروز دارم برام پیش آقا هوشنگ، قرار پول بده میام همه رو تصفیه میکنم. فقط آقای مددی جان، کاش تو جمع نمیگفتی. آقا صادق، ما که خدمتتون گفتم بریم یه گوشه با هم صحبت کنن، خودتون گفتن راحت باش. ما گفتم راحت باش، ولی نه اینقدر راحت دیگه. خب حالا میگم ما چه کار کنم؟ ببخشید هوا سرد، ما باید برم. ببخشید، با اجازه شما. خدا نگهدار. سلامت. یعنی بدترین چیز بدهکاری. آخ واقعا راست میگی، یعنی بدترین چیز رو کره زمین همین بدهیه، خیلی سخته. یعنی ما که اگه بدهکار باشیم شب خوابمون رو ببره. من نمیدونم چه جوریه، بعضی عین خیالشون نیستن، جو راست میگن بدهکارن. وای شرط شده؟ خیلی حالا سرد شد. بفرمایید. شما امروز نرفتین؟ میبینی وضع ما رو؟ بگم آقا صادق نکنه خانما باز دیر آمدن اینجا وایستدن. طبق معمول دیگه، بس که حرف میزنن. حاج آقا شما یک تذکر به خانما بده، نماز که تموم میشه بیان بیرون دیگه، سرد یخ زدم. خب حالا انقدر اینجا نگه تا دارن تا همه تا آلاسکا بشه. حاج آقا ما میگم اینا نیم ساعت زودتر بیان، قبل از نماز هر چی دلشون میخواد حرف بزنن. فرق نمیکنه، اینا بعد از نماز هم باز حرف بری گفتن دارن. ای آقا صادق جان، از اخوی چه خبر؟ نامه‌ای، تلفنی؟ طوری شده؟ خبریه شهید شده؟ نه آقا صادق، این چه حرفی؟ حاج آقا سوال پرسیدن، مگه خبرش آدم صبح زود به کسی میدن؟ والا 3 ماه رفته جبه، نه زنگ زده نه خبری ازش ندارم. آقا جابر چی پسرتون؟ زنگی، تلفنی، نامه‌ای چیزی نداده؟ آقا اتفاقی افتاده براشم، اگه طوری شده بگم مطاقت چی دارم. شهید شده، مجروح شده. بابا یک کار میکنی که آدم جرئت نمیکنه اول پرسی کنه. ما دیدم جاش خالیه، گفتم اول شو بپرسم. والا چند روز پیش از پادگان زنگ زد، حالش خیلی خوب بود. بعد مسیر نگاهی بکنیم نمیان اینا. بله تشریف آوردم. باید زدم آقا ما مرخص شد. خداحافظ. آقا دایی بفرمایید. بفرمایید. آقا صادق، شما اینجایی؟ خواهم می‌خواستم کجا باشم؟ واسدم اینجا جلو در یخ زدم دیگه. آقای نجار، ما 100 دفعه بهت گفتم نماز تموم شد بیاین تو حیاط. ما فکر کردیم شما داخله. چشم خوشم، چشم. ای بابا. بله ما یه رو به اینجا معطل شمایم. ها راست میگه. خانم تهرانی. بله. چند روز دیگه مبعثه. بله. خواهرار هم کنین که بیان تو مسجد شیرینی درست کنن. هم بره خانه‌شو، هم بره جبه. چشم حتما. حاج آقا یک کیسه شکر رو من حساب کنین. دست شما درد نکنه. حاج آقا یک کیسه آردم رو ما حساب. دست شما درد نکنه. لیست اقلام مورد نیاز رو به تابلو زدیم. هر کس هر چقدر میتونه کمک کن. شیرینی درست کنه بفرستین جبه، ان شاء الله از من دام خوشحال ان دست شما درد نکنه. آقا صادق 20 اسفند هیچی برای بچه شب عیدی نخریدیم. حالا کوتاه عید، ما دارم عید میرم شهرستان پیش مادرت، اینا چیزی لازم نداره. برای بچه نمیخوایم وقت لباس بخریم، دست خالی بریم خونه مادرم. اینو چه حرفی میزنی؟ پول من نمیده، چیکار کنم؟ برم دعوا بندازم؟ 100 بار بهت نگفتم نذار اینقدر حسابش سنگین بشه. بیا خوبه؟ درست میشه، نگران نباش.
چی نگران نباش. دیشب یکی از کارگرات اومده بود میگفت چرا آقا صادق حساب کتاب ما رو نمیده. آقا هوشنگ گفته پول رو میده. امروز یک سرمرام پیشش میگیرم ازش، نگران نباش. سلام آقا صادق. سلام. خوب شد دیدم. سلام آقا. حالتون خوبه؟ خوبم. قربان شما. خیلی ممنون. آقا صادق ببخشید آخر ساله داشتم یه حساب کتابا رو ببستم، گفتم اگه میشه بیاین یه حساب شیشه رو صافش کنیم دیگه. چش. بس شما درد نکنه. امروز آقا هوشنگ گفته پول رو میده، میرم میگیرم ازش تا فردا بعد ظهر نشده میام همه رو تصفیه میکنم. به خدا بازم شرمنده اما چون آخر سال بود گفتم بهتون بگم. اختیار دارین آقا. اختیار دارین آقا. در خدمت میشم. بفرمایید. خدا نگهدار شما. بیا. هم خودتو بدبخت کردی، هم همه رو. درست میشه، نگران نباش خانم. بیام از شما. جواد. سلام مادر. صبح شما هم بخیر. جواد. خاک بر سرم. 100 بار من به تو نگفتم سرتو نکن زیر کرسی خفه میشی؟ خب مادر جان همه سرشان زیر کرسیه. کی الان سری زیر کرسیه؟ خب اگه نبود که شما جواد میدیدی دیگه. خیلی خوب حالا. جواد پاشو ببینم. جواد پاشو مادر. پاشو نمازو بخون غذا میشه. جواد بعد بری نون بگیری. جواد بلند رو دیگه یارم. ننه در اکس دست داد میزنه. به تو چه ربطی داره؟ برو ور نزنم این عکس برگردون به چسی به سقفا. خجالت بکش. راست میگه بچه دیگه. 1 ساعت دارم میگم جواد گوشات کره نمیشنوی مگه؟ چه 1 ساعت مادر جان؟ شما همین الان آمدی یک جواد گفتی؟ 3 تا جواد دیگه هم گفتی کلا شد 30 ثانیه. 100 بار گفتم جواد. بعدش هم خدمت شما عرض کنم ما فردا امتحان دارم بعد درس بخونم. ای بابا حالا میشه رو سرمو بحث کنه. بخه برو دیگه. بره یعنی رو حرف بلار بزرگتره دیگه حرف نمیزنی ها. چه طرز رفتاره؟ چه طرز این چی کاری میکنی تو؟ من نمیدونم روزای نوبت تو بری نون بگیری بری چی جوری میکنی؟ برو نون دیگه. کی گفته نوبت ما ما دیروز رفتم. چه دروغ میگی؟ دیروز که ما رفتم. پیروز هم ما رفتم. اگه به برنامه خوره پس پیروز هم ما رفتم. جمع کنن به ساعت تانیه رو ما رفتم. ما این هفته 2 بار رفتم. شب بخیر. اینه بچه آدم پا میشی بری نون بگیری یا باباتو صدا بزنم؟ نگاه کنین مادر جان. شما نگاه کنین. هفته پیش مگه نرفتم خانه نواسه عمه عموی شما؟ چه ربطی داره؟ نشون به اون نشونی ما دیروزش نون خریده بود. بری چی الان بحث علکی میکنی؟ خب بلند شو با نون بخری. کی میگه تو تعیین تکلیف کنی برای ما؟ صادق بیا اینجا تکلیف منو با این روشن بکن. خیلی خوب بابا خیلی خوب. هر دفعه هر چی میشه آقا صادق رفتم برگردم تکلیف شما رو مشخص میکنم. من مشخص میکنم. پر رو پان زده. من این بچه مگه اتفاقی بیفته چیکارش کنم؟ حالا نماز خانم بگیریم بخوابم دیگه. چی بگیریم بخوابیم؟ پاشیم ببینم. بابا شما منو کشتین. این نفسم بالا نمیاد از دست شما. بیاین برین شیشه چیرا رو بزنین تو صف. یکیتون زنبیل بزنین دم مغازه آقای گرمارودی، یکم دم مغازه اکبر آقا. ساجده میخوام ماس ببندم، شیر لازم دارم. دق دادین منو شما. جمال میره مادر جان. ماس خانه آقا میرزا ما باید درست کنه مادر جان. ببین دیگه من میدونم و تو میزنم صادق. نه جمال بره الان. جمال بره. جمال جان برو. دمت گرم. چی بابا نوبتمون نیست دیگه. هزار بار بهت نگفتم موتور من بر ندار. آقا جان خیلی دیر رفته مرم زود میام. زودتر بخیزی. باور کن زود میام. بزن موتور. همین یک دفعه. خیلی خوب باشه. پرو رفتن اینو. کجه؟ دمپایی رو بده. پرو رفتن هیچی بهشون. با قرآن کشتم اتبار. آقا صادق جان گرفتمش. آقا صادق جان گرفتمش پسر کلا. بلش کن داره میره نون بگیره. زد دیگه. خودم زدمش. برو جان. سر صبح. آقا صادق اجازه بده بین امیر آقا رسول ما بارش بیاره. دست شما درد نکن خودم زدمش. داره میره نور بگی دیر رفت. دست شما درد نکن آقا. آقا صادق جان ببخشید. آقای مهدوی.
چه خبره؟ چه خبره؟ انگار سگ دنبالش کرده. ساکت. ساکت بابا ساکت. بسته سر جا. دست دیگه دیگه. نگاه کن بسته بابا. با جفت تانا. دست دیگه. مگه اینجا جای دعوایه؟ کارو نکنه که بهتر نون نده ما. ای بابا مثل چه آدم درو میام یه اول میده با لنگای درازش تق 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 میخواد. گفتم ساکت. مثل تو حرفالیت نمره. بیا اینجا. شما برو جلو. بابا همینجا بس. ما زودتر آمدم. همین که ما گفتم. آقایون نفر 6 تا نونم پیشتر نمودم. فهمیده؟ ای بابا خدا گلم چیکار میکنی دیگه نگاه که واسه ببین نون دیگه. بابا سر سوال دارن شما. راست. این لحظه جام نگه دار. عمو خسرو جان عمو خسرو معذرت میخوام ببخشید من اونجا خیلی بد حرف زدم ببخشید اشکال نداره ما اگه کاری زشتی کردم از همگی عذرخواهی میکنم ببخشید خانم آقایون معذرت اب نداره برو سر جات بستا نوبت شد نونت بهت بدم برو برو ستا بگی ايش كل ده؟ يعني بتوكل توكل چه کنید؟ چیکار میکنی؟ نمیدونم. آقا پسر چیکار میکنی؟ چه اینجوری شد؟ نه بابا آقا جمال آقا جمال آقا جمال برادر جمال آقا چرا اینجوری شده آقا جمال برادر ایزه بدن ما الان یه کیتو تا میذارم تو گوششم چی باحال میاد بابا چک چی خشونت چرا این بچه محلمون میشناسمش آقا جمال جان آقا جمال پاشو آقا چیه چی شده آقا شاپور شماین بابا داشتم سکته میکردم شاپور که من بردم میسم چند بار نمیت بگم آقا شاپور خودم دوز نیستم به ما رضا دوز نیستم آقا شاپور آقا من بردم میسمم برشم مگه ما گفتیم دزدی آقا ما گفتیم دزده نه خدایش نه اینا دیدن اکبر آقا رفته جبهه فکر کردن خانه زندگیش وله بابا ما اومدم اینجا ببینم شیر آمده یا نه برادر چه تهمت میزنی من میشناسم آقا جمال بچه خوبی حواسش به همه چی هست الان خوبی آره بله فقط دیگه با تو فهمی بالا سر آدم یا خودم مترسه دیگه آقا جمال شما پشت به ما بود ما پرسیم به چی کار میکنی الان خوبی بهتری خب آقا میسم ببخشید ما سر صبح هنوز مغزم بیدار نشده الان بیدار شد مغزت خوبی ما بریم آقا بله آقا شما من خوبم فقط اگه میشه دفعاتی خواستیم بجه ما رو ببر تو یک اصله دیده قش کردی بعد میخوای با ما بیای جبهه برادر حسن میخوای بگم دفعه اول که اومدی منطقه چی شد بعدم میستم یاد تا میاد کجا هم دیگه دیدم دفعه اول خب حالا بعدا با هم صحبت می‌کنیم خلا آقا بگن شما بگین ما چیکار کنم بیام جبهه اولا که بعدا میسم دوم که چشم هر وقت آقا صادق رضایت‌نامه داد باشه ما شما رو بریم جبهه جدی میگی آقا شوپور بعدا میسم بله جدی میگم جدی میگم آقا میسم آقا میگم جدی میگم دیگه کجا؟ سوال دارم سلام آقا خسرو سلام حال شما خوبه؟ الاشو نون مرسه؟ که مرسه بری چی نرسه نگفتم چون صفتن شلوغ فلوغه گفتم شاید نرسه ای بابا این چی سوالی بود کردی برو تو صف بستا نونم بهت مرسه دست شما درد نکنه برو آقا خسرو بیا اینجا این پسره آمد یواشکی پولشی داد به این گفت 4 تا بره ما بگیر چی میگم این پسره آمد پولش یواشکی داد به این گفت 4 تا بره ما بگیر درست صحبت کن ببینم چی میگه بابا جان بابا میگم این پسره آمد پولش یواشکی داد به این گفت 4 تا بره ما بگیر دیشن گفته 4 تا
ماغول شده آدم دروغگو میدی چی رسوا میشه برو تو صف ما دروغ مگم پول تو مشتشه من دیوانه پول تو مشتشه مشتمو باز بزن پس چیه؟ ای نارنجکه پول دیگه شما نون میدن چی میگیرن پول میگیرن یا برن نون دیگه خیلی بانم نکیا آی ببینا آی اموه من چه کاری دارم بیا بودو جان عمو من نون نمیخه چرا؟ پولت بده ببینم پولم؟ توت باش پولم کو اصلا بیاره تو چی عباس پرتی یادش رفت چی پولت همون خسرو ما اصلا یادم رفت خودتانه جدنم خودتانه همون خسرو توی دستشه دستشم گرد به ما کسی فرو راست میگه ما راست دست تو واکن اینو بده چی واکنم؟ بده که ما مگم باز کن یکیش وایه دیگه اون یکی دیگرم واکن بفرما ایسا اینجا چه کار میکنه؟ بدید بپر الان بدید چی کار میکنه بیا بریم ما باید بیا بریم ببینم همون خسرو باید ببینم چی شده همون هیچی صحبت میکنم حالا با ببین همین جواستا دیگه تقلب مقلب نکن همون خسرو شما مگه نگفتی 6 تا آمدن این 4 تا ما که ما هم 2 تا کاری چه هستن بریم همین که گفتم همین که با هم هستن هر فرق مایه تموم خسرو این آدم نمیتونی بدی دست پوله کی میرم تو 1 ساعت تو صف واسدم باز باید واسه بگی پوله سلام خاله جان چطور خوبی ما بابا خوبن همه خوبن شما چه خبر خوبی آقا جمال مامان چطورن بابا خوبن همشیره ها اخوی ها همشیره زدا همه خوبن سلامت باشه خوبه شما چطوره خوبه همه شما خوبه نگاه کن این جمال آدم کدو سله ما با نمیدونم فکر کنم یکی از اون شماه زحمت کشیدی خودمون میدونم کدی این علامت داری ما میدونه ها الو دروانه کردن نه بابا سلام علیکم الو چه کار میکنی زنبیل میخوام بردارم زنبیل شما عقبی بری پشت سر نه همینه ما میدونم نگاهی کن و تو مگم اینه نگاهی آبی کمرنگ و پررنگ و علامت داره این نداری و مالمونه برو پشت سر ببخش خیلی حرف میزنی چه دروانه میکنن لنگ زور شد سلام شلوغی نکن آقا جان شلوغی نکن برو تو صف بچسب دیوار دعوا بده چی آجر گذاشتم میگه برو آخر صف واسه ما 1000 بار گفتم آجر صف حساب نمیره بندازن هر کی آجر گذاشته یعنی اون تیپ برو آخر صف واسه یعنی میشه اینجوری بیا برو یک موضوعی که مسیرم بنداز همه رو بنداز جمال بله بیا خاله جان بیا این ظرف شیر رو بذار بیرون بودو باری کلا پسرون تو چند تا شیر مخیر بده نشان کن بودو بده رسیدم نفر بعدی نگاه کن فقط دعا کنید جا نبینم فهمیدی؟ عمو خسرو نگاه چی عمو؟ برام بار تهدید میکنه کی؟ این جواد گلت میکنه ما نگاه کن اگه بخنی بیچاره اذیت کنه تهدیدش کنه بگیرنش با تو هم هستیم یارا ما عمو خسرو ما که اصلا حرفی نزدیم تو که عدو بدتری عمو ما حرف سکت همچی میگم تو پوشتان که رد خانه تانه فراموش کنه دور خود تنم بچته فهمیدی یا نه؟ دیده همین که گفتم ببینم جان هر جای مشهد دیدنه خواستن اذیتت کنم فقط بیا به خودم بگو کارت نباشه برو مراجع برو پاشت بگو گرم نگاه کن نوبت کیه؟ خودم پول دستونی و برای خیابون وایی میزنیم یاره تو عجله داشتی بیا چیزه این؟ گیر کرده چی گیر کرده؟ به جان خودم گیر کرده چی گیر کرده؟ من گفتم گیر کرده تو سورا خب کرده که کرده تو داشت گیر کرده داره قطع میشه همون خسرو داره کرده داره کمک کنه دیگه نکن ساکت بابا گیر کرده داره قطع میره بابا کو گیر کرده ساکت
الان روغنه الان بعدم میه چی بعدم میه تو کنش بده افتخاره عمو خسرو رئیس نونوای تیپیک بسه شما کنده بنا دیر بگلم بزیری برو بینا بگه نمی ستانون ماره بگه الان مهلا مادر بله اینو بگیر بذار جلو بابات ازم خانم بس دیگه 40 تا چایی دوده خوردن باد کردن به خدا کجا ماندن اینا آقا صادق سر صبحی خلقتو تنگ نکن چایی تو بخور الان میرسن جلال وقت ببین اینا کجا ماندن 2 ساعت رفتن 2 تا نون بگیرن آقا جانی جواد از دیر میگه اگه دیگه نفرستنش نون بگیره اما پولشو بدن ما خود ما کیسون مگه نمیگم دست نزن پنیر خالی خنگت میکنه بی خود کرده بذار برگرده حسابی خدمتش میرسون آقا جان ما جواد رو دیده میره کیس نوشابه بخوره تو چرا حرف بی خود میزنی کی اول صبح میره نوشابه بخوره کیس نوشابه اصلا کیس نوشابه تو چرا انقدر دروغ میگی جلال مادر پاشو برو از خانم هادوی 2 تا نون بگی ورد و بیار ببینم خیرش هم خیر خودم برو اینا آمدن 2 تایش آمده همه آمده کجا ماندن شما 2 ساعت رفتن یک نونه بگیرن قلقله بود نون وایی انگشت بری چی اونجوریه وقت زن برن دستاتونو بشورن خب خیلی گستم زفت رو وقت زن برن دستاتونو بشورن فقط پنیره پاشو دستاتونو بشورن وقت بگم با شما هم مثلا وقت برو میگه تمیزم وقت میگم برو دستاتو بشور کجا میری یه برو بیرون دستشون داده خیلی بایی دستش آجان از این نونایی که دوست دارن براتون جمع کردم وقتی خنک بازی رو در نیار بری چی دیر آمدن خب معلومه کار همیشگیشه وای میسه با دوستاش چخ میکنه مادر جان رفته کیس نوشابه خورده چی ککسی چی چخچخی مادر جان شما که میدونن همه با ما لجن تو صف نونوایی واسطه بودم هم نوبت ما رسید آمدم پول بدم گفت برو ته صف همینجور الکی باور کنم خود من مارس مانده بودم وقت برم بپرسم از خسرو بری چی طور دوباره مشکل هست وقت برم چی کار داری میکنی یعنی چی رفتی بیرون خودت سوال کن دیگه بچه دیرشون شده خودم ازش میپرسم آقا جان یک سوالی ما میتونم بپرسم نه نگاه کنن امروز 20 این پول ما رو نمیخواین بدن بریم شلوار بخره حالا 20 9 روز مانده تا کوتا دالا همچی میگه 9 روز انگار چقدر دیگه مانده به خدا همین الان خیاطا سرشون شلوغ پارچه بدن میگن برو بعد عید بیا راست میگه آقا جان کی بگیرم کی بدم بودودم بار نگران نبشن مدام آقا کریم یک روزه مدوزه مدتون خب بدم ننه و دوزه که بهتر از آقا کریم گفتم یا آقا کریم یا هیچ جای دیگه آقا صادق چی کار بچه ها داری؟ تو برو خودت آقا کریم بدوزه پولشو بده خودشون برن خرید کنن دیگه ازم خانم شما بری چی میگی؟ زمام امور دست ما در میره پر رو میرن آقا جان چی زمامی؟ چی اموری؟ بابا یک خانه دیگه بس کنین سر سفره گناه داره پاشین برین بسه بحث نکنین وقتی جمع کنن درس دارن برو مویم برو پاشو دیگه تو هم برو دیگه امتحانتان دیر میره نشید یک صدایی بزن بگو بیه دیگه برسه بیا دیگه بابا فهمیدی صبح چیکار کرده؟ چی؟ آمده سر صبح پول گذاشته کف دست ما چوب تا اینجوری پول ده دست ما همه فهمیدن آقا خود 100 بار ما رو انداختن تای صف چقدر تو دیوانه ای خیلی تابلوی دیگه عدسه بره چی برن خیلی طبیبی اشکل پول مزیری که ما یه ممیرمون شما جان تقصیر خودت وجود دستتو میاری جلو میگیری پول برن یاره دم از قیافت معلومه بخی پول بدی رفته و جلو سلام علیکم سلام علیکم چی میگی؟
پشت بخ اینجا بری چی کل کردی مگه قرار نبود بعد عید بزنیم؟ نمیزدم راما نمیدادم مدرسه. بابا شما چقدر ترسوین از ما یاد بگیرن. خب ما الان گروه ما تا بعد عید دست به موهاش نمیزنه. بودو بابا گاز بده دودش ببینم. سری بره نبینیم تانا زبانی کردن آبرو بره کار کردی تو؟ آقا چیه؟ بره چی کل کردی؟ آقا وایسین ببینم. من کاری ندارم مدیر چی میگه، ناظم چی میگه. گفتم موهاتون رو نزنین راتون نمیدم مدرسه و اینا. ببین موهات داری میرزه، داری کچل میشی دیگه. بزن واسه رشدش خوبه. ها؟ واسه رشدش خوبه. موهای ما چی کار داری؟ دلم بگم بری چی موهات زدی؟ آقا ببین این ژنتیکه، علمیه، خب ارثیه. شما باباتو نگاه کن ببین از این پایین شروع شده ریخته رفته تا بالا. اصلا خودت نگاه کن، بیار پایین ببین. نگاه کن از این وسط شروع شده، از مرکز داره تو 4 جهت مختلف موهات میریزه. خب بعد ببین اصلا پزشکا جدیدن به یه علمی رسیدن، به یه دستاوردی رسیدن که میگن که اگه اواخر اسفند موهاتو بزنی رشدش خیلی بهتر میشه. درست. یاره تو بری چی انقدر چرت و پرت میگی؟ آخر اسفند فقط پشمای گوسفندا رو میزنن. اون به خاطر اینکه چی؟ پاییز و زمستون پشماشون رو نزدن. فهمیدی؟ گوسفند. یک سال شبه امروز نداری تعطیل. همینه دیگه، جنبه مطالب علمی ندارید دیگه. واسه همین 7 ساله داریم دبیرستان میخونیم. انسان شلوار پاکو بگیرم. ای بابا یالا تو همین چیزی بگو بتونی انجامش بدی دیگه. تو که هر سال میدی آقا کریم شلوارتو مدوزه دیگه حرف نزن. یاره نکو اونجوری کلا 3 سال آمدی مشهد واجب نیست مشهدی صحبت کنی. جدی چه اصراری هر سال آقات میده آقا کریم شلواراتونو بدوزه. اصلا براتون سوال نشده بری چی؟ 20 سال پیش آقا کریم تهران ول کرده باشه تو آمده مشهد، او هم تو محله ما خیاطی زده. یال بابا جواد باز مثل جریان دستکش مایکل جکسون که اگه بو فروشتش بتونه خرج 500 باور ندارین؟ جابر من گفته بابا جابر ما 2 سال تو تهران تو یک جای سرمقت داره خدمت میکنه، اطلاعات مهمه بهش میگن الان کار ندارم. براتون سوال نشده آقا کریم بری چی آمده مشهد؟ نه آقا سوال نشد. یعنی شما واقعا نمیخواین بدونین بری چی آمده مشهد؟ آقا با شما هم دارم حرف بزنم. یعنی واقعا شما نمیخواین بدونین بری چی آقا کریم از تهران کوچ کرده به مشهد؟ نه آقا نمیخوایم بدونیم. نگاه کن اگه قسم جان مادرتون بخورین قول بدون بهتون بگم به کسی نگین ها، اینا با بابایمون خیلی قاطی بودن اینو گفتن. نگاه کن آقا کریم خیاط شاه بوده. همینه که یه بار گفتی. گوش کن خیلی آدم مشهوری بوده، بری کله گنده های دربار کو چلوار مدوخته، بازیگرا او عنایت بخشی. بعد یک روز که همینجور تو مغازه نشسته بوده اشرف در مغازش. اشرف افغان؟ نه بابا اشرف آبجی شاه. حتما عاشق آقا کریم میشه و دیگه آقا کریم عاشق خواهر شاه میشه. بابا به هم نامه میدن دیگه دارن مسخره بازی میکنن. نمیگم ها آقا نگو بیا بریم امتحان داریم دیرمون شد. از اول گفتیم نمیخوای. خلاصه یک روز اشرف میه در مغازه آقا کریم، میگن اون روز یک صف طولانی هم مگه نونوایی یده داشته یک چیزی میگی تو؟ بالاخره کسی که بره ی آدما شلوار مدوخته پیرهن مدوخته باید هم همچین صرفی بشه. درست میگی؟ باریکلا به نکته خیلی ظریف اشاره کردیم. من خودم تا حالا به اینجاش فکر نکرده بودم، همش برام سوال بود خیاطی صف بره چی. حالا بقیه‌اش بگو. یک روز اشرف میه در مغازه آقا کریم، پارچه رو مندازه رو میز و میگه تا فردا شب باید کچلوار ما چی حاضر بشه. آقا کریم میگه چی گفتی؟ شما؟ میگه ما اشرفم خواهر شاه. میگه بره ما فرقی نمیکنه مادر شاه هم بشی بعد بری ته صف تازه 1 ماه دیگه حاضر میشه. اشرف دیوونه میشه، خل میشه، یه خن به یه خن ای بزن او بزن، کار به کلانتری میکشه، مأمور میفرستن آقا کریم میفرستن بازداشتگاه. رئیس بازداشتگاه داشته رد میشد و میگه کریم تویی رفیق مایی تو کاری نمیتونم برات بکنم با بد کسی در افتادی زدی خواهر شاه رزیدی. ما فقط میتونم یک در کوچیک برات وا بذارم نصف شب جیم فنگ بزنه بریم. آقا کریم هم جمع میکنه سری میره در مغازش وا میکنه اتو نمیدونم فلانش ور میداره با قیچیش بودو فرار میکنه یه مشهد. آها قصه ما به سر رسید که علاقه به خونش نرسید. حالا رفتیم ماست بود اومدیم پایین قصه ما هم راست بود دیگه. دارین مسخره میکنن مونه؟ داداش تو داری ما رو مسخره میکنی. آخه با عقل جور در میه خواهرشا با آقا کریم یه خم به خم برن. خواهرشو شلوار نمیپوشیده. بس میگه دیگه.
برمون فرقی نمیکنه. در هر صورت شلوار پاکور ما انسان میگیره. آقا جواب آقای انبریان گفته اونا که ماشین بلنده رو نمیده تو. یعنی من یه فکری دارم. چون ما؟ چی فکری داری؟ از در عقب میره. در عقب مگه بازو قفل همیشه بازه میگم بهت دیگه. دلم رفت اینا سوسکی میری. نه الان موهاشا کوتاه بود یا بلند بود؟ نه اینا کوتاه بود دیگه. بازی در همیشه بازه نمیدونی؟ فکرشی نمیکردم باز میشه. آقا بیا دیدی گفتم اگه موهاتون رو نزنین رامون نمیده. حرف نزن بابا. دانشمندان تشخیص دادن که در اواخر اسفند موره بزنیم. چی میگی برای خودت؟ من که از خودم نگفتم، دانشمندا گفتن، منم زدم. دست در بله بعدش هم نگاه کن، با اینکه موامو زدم نمیرم سر جلسه امتحان بدم. یا با هم میریم یا من عمرم برم. فقه الکی نگو قرار بوده تا بعد دست موها نزنی دیگه. آقا الان نقشین که از در پشتی بریم و کی کشید؟ من کشیدم. وگرنه عمرم به فکر شما سه تا میرسید. خود من مدنستم. سلامتی 7 سال توی دبیرستانم دیگه. وایس ببینم کجا؟ چرا موهاتو نزدن؟ آقا به جان خودم من زدم موامو که نگاه کنین کوتاه کردم. به بچه‌ام گفتم بزنن ولی گوش نکردم به حرف من. ممنون از شما که به فکر صلاح ما هستید مثل دانشمندا. با تو کاری ندارم. بیا برو سر جلسه. با اجازه چشم. شما سه تا برای چی نزده؟ با اجازه؟ ما دیروز رفتیم سلمونی هم خاص موامونو بزنیم برقا رفت. آری که تاریک چشم نمیدید. یک ساعتی هم نشستم ولی برقا نیامد. ها اتفاقا ما هم همونجا رفتم دیگه. هم رسیدم پامو گذاشتم تو مغازه برقا رفت. بعد اوستای گفت بابا تو چی قدم نحسی داری؟ چی جالب. هم برعکس مویم همونجا بودم. اصلا ما اونجا بودم احمد آمد تو. ما گلم کم چرو بود. گفت برو سرت بشور تا وقتی این رفیقت بزنم. ما هم سرم بردم زیر شیر. آقا سعید آمد پاش گذاشت تو جریان همون پای نحس و برق و الان هم که در خدمت شما. با اجازه ما برم. وایس ببینم. اگه تا فردا این موها رو نزنن همه‌شو خود ماشین میکنم. حتما خودم برش میزنم. هر سه تاتون باید بزنه. فهمیدین یا نه؟ وایسا کجا وایسا خشک و خالی هم که نمیشه. دست بگیر آقا دست بگیر آقا میزن بگیر دست قشنگ بالا یک بار دیگه دست بکشی خودت میزنم. آقا اول جواد بزنیم بعد ما در خدمت هستم. جواد آقا بابا بیا برو. فاصله آقا بزن. آقا بزن. بیا برو. بفرمایید. دست بالا. خب حداقل ما رو 4 تا نزنین دیگه. هیکلن ببینن اصلا اونا به ما نمیخورن. اونا 4 تا ما هم 4 تا حداقل ما 2 تا بزنیم. دستت بگیر. شما برو. ما فردا بالا فاصله بگیرم. آماده؟ هنوز که نزدم که بگیر. برو بدو. حواست به برگه خودت باشه پسر جان. چی؟ حواست به برگه خودت باشه. حواستون برگه خودم. پیس کردنت به چیه؟ چی؟ پیس کردنت برای چیه؟ پیس چیه؟ تا الان پیس نکردی؟ کی پیس کرده؟ ما پیس کردم. چه پیسی؟ پس کی بود الان پیس کرد؟ ما پیس نکردم. ماما جان ما پیس کردم. نه آقا اینا پیس نکردن. پیس نکردم ما. آقای جعفری ما پیس کردیم. نه ما که چیزی نشنیدیم. حواست به برگه باشه. باز پیس کرده که چی؟ پیس نکردم. پس چی کار کردی؟ ما کاری ندارم. ما دارم برگم پر میکنم. نگاه کنم. پس این صدای پیس از کجا بود؟ بابا ما پیس نکردم دیگه. چی پیس کردی؟ چی پیسی؟ پنجه بگو دیگه. خب دیگه اینقدر پیس میکنی تو هم. یک بار دیگه ببینم این کاراتو کردی؟
برگت ازت میگیرم فهمیدی؟ خیلی خوب دیگه ما داریم امتحان میدیم حواس ما رو داریم پرت میکنین شما. ساکت. پنج بگو دیگه. فقط تو آدم نمیشه. فقط خودم اسم میزنم. دیگه امتحان رو میدیم. بشه بنویس دیگه. چیری دو تومنه داشت رو بدن نگه نگفتی؟ یا برم خدا تویو یا برم آمیه برد پول ما تو دینجا بسیت تفنگ بازی بلیه زنگ تیره بزنم میام بزنیم تو خال جایزه داره زینال من داریم بیایی برداشت بیایی بر الان تیر مخوره تو پات باز ننه جان در مره اینجی یه شیر مرده تو قفس بهتر از 100 شیر زنده بیرون قفسه. آی نه استاده آقا ساده بله بزرگیو آقا سلام علیکم. سلام. خوبه؟ خوبه؟ قربان شما خوبه؟ سلامته؟ صادق این پول ما رو نمیخوای بدی. به خدا تو شوهده به چام خرید نکرده. آقا صادق شوهده ما مرم بغلا کره را ندارو. نوکرتانم هستم. اتفاقا همین الان دارم مرم سراغش. صادق ما نوکر نمیخوای ما پول میخوای. آقا صادق ورخوی نری. 1000 بار به تو گفتم این عدم پول بته نیه. الکی اعتبارت تا بازار خرج نکو. کار یکی شده دیگه. راست بود کار یک شده الان میخواد چیکار کنه؟ تا خانه‌اش که کامل نرفته بود پولم تریسم بگیرم. الان که اصلا نمیتونم بگیرم. میتونم بگیرم؟ نه بابا نمیتونم. نه قول داده امروز بده درم برم پیشش. به نظرم تا دستش دزر سنگ ما بود پول مدا. الان که اصلا نمیتونم. متا؟ نه بابا نمیتونم. بالاخره تجربه شد دیگه. کار یکی شده آقا یوسف. چرا عاقل کند کاری؟ یعنی مو دیوانه یو. یعنی مو عقلم نمیکشه. اصلا همون آجر رو بعد بزن این برکله مرم بشکن این حرف رو بوستان نزنن. خدا نکنه. اصلا بگی جای طلبتان بفروشن بقیشو بدن به ما. نه بشی حال ما هیچی نمیگم همین دهنش رو وا کرده هر چی لیچار داره بار ما میکنه میبینی؟ یارو تو خجالت نمیکشی با استا وجور حرف بزنی؟ استا کف دستش که بو نکشی ابو. آدم دیگه سن سال نفهمی منه کاهلی منه خریت منه بیا که اعتماد کرده. حالا تو ای وسط هی نمک مپشید رو زخم استا. ببخشید استا ما از طرف یه آدم بیشور تمام مراتب اسخای خدمت شما عارضم. ما مریم شو میم برد پول ما. اصلا فردا شو بیم خوبا. نه همین امشب بیم پول بازم شو خوبا. پس تو ما رو هم مسافر دارم. یلات. واقعی در شهرمان بشیم کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بشیم کنارم کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشیم کنارم گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشیم کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشیم کنارم ای عزیز بشیم کنارم عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا من از کنارم ای حالا من از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم
دست دسته عزیز بشین به کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین به کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم آی عزیز بشین به کنارم ز عشقت بیقرارم به خدا طاقت ندارم حالا مرا کنارم آی حالا مرا کنارم به خدا دوست می‌دارم به خدا دوست می‌دارم سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بشین به کنارم کلال سرزنه گل رو بچینم عزیز بشین به کنارم گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشین به کنارم نمیدونم کدوم گل رو بچینم عزیز بشین به کنارم آی عزیز بشین به کنارم ز عشقت بی‌قرارم